امیر 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 پسرم با اونجا ندارو نه برگرد برگرد بخیرت خونم خوابی بده دیدم امیر در حالت وزنین است نفهمیدم بخیر است بیا یک هوای تازه بگیر در رو گشایید. گروه یکم به این طرف، ما با بالا. زود باشید، همه جا را کوبید. نیست. چین زند. این مواد مخدر نیست، آرد است. کمیسر، این خودیوی شکر است. در بلو کسی نیست کمیسرم. در پیان هیچ کس نیست. کسی رو پیدا نکردیم. بلا زند. هممون فریفته ای معلوماتی بر دروغی تو شده. مرحمت. آقای خیریدین، به امیر زنگ بزنیم، صدایش رو شنوم، وگرنه آرام نمیشوم. نمیشود خانم، با عملیات رفت، تلفنش رو خاموش نگاه میداره. بگذار چون این باشد، اما بیا زنگ بزنیم. مایلش، من رفته تلفن رو بیارم.
آقای دکتر زود باشید زود باشید آقای دکتر نبض بیمار در سطح ضروری نیست اگر به هر نفری که من مخبر هستم گوید باور کنید پس ما رو با این احوال شرمنده روبرو میکنید. این معلومات رو به تو کی داد؟ اعتمادناک است یا نه؟ وارد سنجیدی؟ من همچون تو در این کار قدم گذاشتم. وظیفه‌ام رو از تو نمیپرسم مگر تو هیچ وقت خبری بر دروغ نگرفته ای؟ استغفرالله. افسوس قلبش سکوت کرد حاضر تجهیزات استفاده میبریم این تلفنی کی است؟ چرا تلفن هایتان را خاموش نمیکنید؟ از من نیست کمیسرم. این تلفنی من نیست کمیسرم. کمیسرم از اونجا تلفن صدا میدهد. صاحب این تلفن کی است به من یافته دهید؟ شنیده؟ فهمو. شاید مخبری تو است. کنه فهمیم چی میخواهد. چی بود؟ در درون نفره هست. خاموش باشید.
چای ریزم سردار. نمیخواهم. الو؟ بله چی شد؟ عملی شد جناب. خواطر نشوید. کاری تازه کنی اجرا شد. چگونه که امر کرده بودید همون دم شد. اکنون با تبی بالیده چای می نوشم. چای بسیار با مزه. در حال سردار. سلیم بچه ها زنده اید؟ اوی زنده هستید؟ اینجایم. من زنده ام. من خوبم. منم خوبم سردار. به دام افتادیم. سرم درد دارد. کمیسر گلرو در کجاست؟ گلرو کمیسرم اینجا نیست. کمیسرم اینجا نیست. گلرو گلرو آقای دکتر شیرین زنده میماند. بیمارتون زنده است. دلش دوبار سکوت کرد لیکن باز دوباره به خود آمد. حاضر خوب است. خدای صد شکر. لیکن حالا برای سخنی گفتن بر وقت است. عین حال به تجهیزات وضع شده است. چند مدت همیخیل می ایستد. خدا شفا دهد. ینگر اینجا شنید. اینجا شنید. آیسا در کجایی گلرو؟ گلرو آواز برار گلرو. گلرو گلرو در کجایی؟ کمیسرم. گلرو کمیسرم. گلرو کمیسرم. گلرو زخمی است. کمیسرم. یاری تجریج بزنید. کمیسر خیز. زود. خیز. خوب شد است کمیسر. زود. یاری تجریج بزنید. یاری تجریج بزنید. حاضر من کمیسر. گلرو زودتر. گلرو گلرو چشمانت رو بشو. گلرو به خود بیا. گلرو صدای یاری تجریج رو میشنوم. صحت میابی گلرو. در نزد تو هستم. خواطر مباش. گلرو صبر کن. کمی دیگر صبر کن. ببین آماده ایستادند. در راه میباشم.
صدایشان هم آماده ایستاده است. گلرو چشمانت را بکشا. گلرو آواز دهید. اینجا کسی هست؟ زودتر بیایید. زودتر باشید. زودتر. زخمی شده است. زود باشید. زود بردارید. بیا گلرو چشمانت را بکشا. گلرو مرا میشنوی؟ گلرو جواب نمیدهد. تلفنش خاموش است. آقای خیردین شما میدونید این کارها اینقدر در روز دوام میکنند. خانم این عملیات است. چی بودنش را ندانسته چگونه من معلومات بدهم؟ بغیر انتظاری دیگر چاره نیست. اگر باور کنید از فکر کردن کدام روز میمیرم. امیر تو هستی پسرم. در این خانه نفری است که مرا ببیند و خرسندی کند. پسرم آخر امیر به عملیات رفت. همون رو انتظاریم. چند ساعت شد اما یگان خبری نیست. تلفنش هم خاموش است. دسترس نمی شود. خواطر نشوید مادر جان. با امیر هیچ چیز نمیشود. یکم مراتبه نیست که به عملیات رود. برای کار پدر. خواطر نشوید. تشکر. بیا این سخن را به اینجا بگو. تو چیکار کردی پسرم؟ یگان پیشروی است؟ نپرسید پدر. قلب زن 2 بار سکوت کرد. شکر الله باز دوباره به حیات آمد. حاضر در دهان و بینیش لوله ها انم خیل بیچاره خواب است. هیچ نباشد عقلا خبری خوش می اومد. پسرم دیگر چی گویم؟ شفا از خدا. انشاءالله پدر انشاءالله. کمال این رو چگونه کردی؟ دستایت چی کند؟ اینجا بیا. کمال شیرین همسر یگانه‌ام بود. کمال این را چگونه کردی؟ میدونی که فریده حاضر در کجاست؟ در ده نزد همسرم. همش از روی پنهان رخ داد. شیرینی
در اصل او باید بمیرد. مادامی که چنین شد او هم باید بمیرد. پینار با این دستهایم تو رو میکشم. دلگیر شدم. بیا با برون برایم. رفتیم کمی هوای تازه گیریم. گروهی تشخیصگران را نظارت کنید. زودتر باشند. زود گزارش آماده نمایند. میخواهم بدانم که کدام نمودی بمب را استفاده کردند. اطاعت کمیسرم. امیر؟ اکا؟ با دست چی شد؟ هیچ گپ ندارد. خواطر نشوید. تیریزه ها شکست. کمی زخم برداشتم و خلاص. چی خیلی شکست؟ در کجا بودی؟ عملیات رفتیم. بمب گذاشتند. خدایا توبه. کمیسرم کمیسر گلرو را جراحی میکنند. اگر شیرین گپ زند من محو میگردم. حتما ما رو پیشی در میگذارند. باید بمیرد. دیگر راهی نیست. گیر پسرم. شما نمیخورید مادر؟ اشتها ندارم. عقل و هوشم به امیر است. شما خورید. صبح بخیر. صبح بخیر. من میروم. مادرم رو خبر میگیرم. با من گفتنی های داشتی. پیش از رفتنت میگفتی؟ در اصل خوب میشد. اما ساعتی بخوری رو باید از دست ندهم. میآیم و بعد صحبت میکنیم. چخیلی که خواهی. تا دیدار. اشتهای تام. تاکسی. ایست. ماشینی پیش را تعقیب کن. در وقتی عملیات بر ضد گردش مواد مخدر بمب ترکید. یک نفر زخمی وزنین و 6 پلیس دیگر زخمی سبک برداشتند. نسبت حادثه تفتیشات آغاز یافته است. نام‌های زخمی شده ها را میخوانم. گلرو سالتوب، سلیم جان، امیر افگیل، مصطفی کتلو، رضا اکتور و فاروق فیجندی. با خبرهای دیگر شما را در نشرهای میمده آشنا خواهیم ساخت. سلامت باشید. خانم. مادر؟ نباید. مادر. نباید. مادر. یا شرعت رو بیار. مایلش.
نباید یاشار تو هم زودتر باش. نباید خانم نباید. پینار تو محو شدی. محو. یاسومن؟ اپای فریده؟ امیر در کجا است؟ خوب است؟ خوب است. دستش کمی زخم برداشته است، اما همکارش وزنین است. مراتبه دوم است که جراحی میکنند. چرا؟ چی شده است؟ صدمه شده است؟ برای عملیات رفتند. آنجا بمب گذاشتند. بمب گذاشته شده است؟ اپای فریده شما چی ها میگویید؟ باور کن سلامتیش خوب است. بیا تو رو به بالا به نزدش میبرم، با چشمانی خودت ببین. شفا میابی. گروه همش پس سر میشود. شفا میابی. همش خوب میشود. فهمیدی؟ امیر تو خوب هستی؟ ترسیدم. دست دریافته است. من خوب هستم. خوبم. لیکن کمیسر گروه خیلی زخمی وزنی برداشته است. دیدم. درونش خون میرود. غمگین شدم. ینگه با مادرم خبر کردید؟ تو ما خبر کردیم که از تلویزیون فهمیدن. مادرم بسیار ناراحت شدند. در راه هستند. اینها در اینجا چی کار دارند؟ خانمم اینجا میفرایه. نه از اینجا برگرد. گاز رو زیر کن. او چی کار میکند؟ ماشینی پیش بوده را تعقیب کن. اکنون برمیگردیم برای دوتای ترکشی بمب در میان زخمی شده ها گلرو سالتوک، امیر افگیل، سلیم جان و بیماران انتقال داده شدند. خیر تا خبرهای دیگر. در میان زخمی شده ها امیر افگیل؟ نادرست نشنیدم. امیر افگیل گفت خیر زخمی شده است. خدایا من باید به خانم نباهت زنگ بزنم. اوف. پدر زخمین است. پدر چیکار کرده؟ پدر. ها دخترم. امیر افگیل در کجا؟ کارمندان پلیس در روشیانه دوم. امیر افگیل در اتاق 203. 203. تشکر. پسرم خدا را شکر که زنده ای پسرم. خدا را شکر. خوب هستی پسرم. قریب بود که تا خطف می شدم. خوبم مادر جان. خوبم. خواطر نباشید. من خوب هستم. خدا شفا دهد. تشکر پدر. بیایید. دستت انشالله نشکسته است؟
نه یگان معیوبی جدی نیست. شیشه در اومده است. کمی دوختند. در تلویزیون دادری جانم خوب هستی؟ خوبم. فکر کردم که میرم تو به اینجا چگونه آمدنم رو خدا میداند و من شکری به اندازه. صد شکر پروردگار. مادر زخم وزنی رو کمی سرگرو برداشت. حالا در جراحی است. پسرم خدا شفا دهد. بیا پدر. خدا شفا ده. تشکر. خوش اومدید و خیر دین. من هم از اینجا شدید. خوش باشی سلیم. صد شکر پروردگار. این را کی کرده است؟ حالا معین شده است پس این کارها کی است؟ کفت و کب داریم. کودک‌ها رو در کجا موندید؟ آنها رو به همسایه دادم. سوزن خانم به مکتب میبرد. دخترم کدام کارش رو بکنم من هم حیران موندم. صد شکر پروردگار. صد شکر پروردگار. پدر والله در حق دوستت انشالله خیرش میشود. غمگین نشو. آمین. پدر چگونه غمگین نشوم؟ نمیتوانم. در گروهی من بود. در زیر مسئولیتی من بود. پلیس خوب هم بود. حتی دخترک جوان است. اگر پویش رو ببرند. در غیبی که از دعا کردن خیر نیست مگر پسرم. دعا بکن. خانم مثل دیوانه ها چرخ زده ایستادیم. با کجا میرویم؟ گویید منم فهمم. من با تو پول میدهم. تو روندنت رو دون. با کجا رفتنم رو که قرار دادم میگویم. ای خدایا توبه. البته چه خیلی به خاطرم نآمد. با محله سنجک تپه میرویم. بینای خولدینگ کاراکویونلو. سلام. من پینا روزگور با تیمور کارکانیولو و خودم میخوام. خیلی مهم است. قبلا شما درخواست کرده بودید خانم؟ نه درخواست نکرده بودم. لیکن داند که من اومدم قبول میکند. نامم رو گیرید بس است. در اینجا خانم حضور دارد با نام پینا روزگور با آقای تیمور واخوردن میخواهد. الو کی؟ پینا روزگور؟ گوید که بیرون از شرکت است. این آدم برای چی اومده است؟ فهمم. خانم آقای تیمور بیرون از شرکت است. فهمم. بگذار چونین باشد. من رقم تلفنم رو با شما میمونم. با کتی باش میدهید. با آقای تیمور بگوید که کاری مهمی است. روز بخیر. روزی شما هم بخیر. سلام. آقای تیمور در اتاقش است؟ در همین جا خانم. مرحمت کنید. تشکر.
نیست. آن ماشین را تعقیب کن. پسرم من میدونستم که چونین میشود. میدونستم. مادر رحمت، از دیشب دلم تنگ شد. ببین که چی شد. احوالم رو آقای خیریدین میداند. صد شکر پروردگار. دخترم گلرو، دختر کجا هست؟ خانم گلرو در جلوی است. خاله جان، من کمیسر امیر افیگیل، من همکاری دخترتون میباشم. گلرو رو جراحی دارند. ما هم انتظاریم. انشالله با مدد خدا خوب میشود. پسرم این رو با شما کی کرد؟ از دخترم چی خواستن؟ یگانه دختری مرا جرازایی بکردن نتوانید. خاله جان، شما خواطر نباشید. آن که این را با گلرو کرده است حتما جزایش را میبیند. اگر لازم شود برای یافتن آنها جانم را میدهم. تازه کردن رو تو همین خیل میفهمی؟ تو همه را هموار میکردی. کسی آنجا باید زنده نمیماند. فهمیدم همه‌شان زنده‌اند. خاموش شو. جواب بده. بی هنر، بی مسئولیت. شکر که دخترم خوب است. بله خانم. یاسمان، شما رو به خانه برام، بعد به مرکز پلیس میروم. خیلی خسته شده ای امیر. خوب داری؟ خواهش میکنم رفته کمی استراحت کن. یاسمان، وقتی استراحت کردن نیست. کسی که این دم رو مانده باشد تا آنها رو دستگیر نکنم من نفسی آزاد نخواهم کشید. الو اپای کوثر، چی شد؟ یگان خبر؟ به خانه؟ میلش شد حاضر می آیم. شما خانه روید؟ یک کارم برآمد. من می روم، بعد وا می خوریم. خدا شفا دیده دارم. تشکر اکا. رفتیم یاسمان. میلش. زود باش. رفتیم زود باش. مادر شما چیکار میکنه؟ آروم باش. آوازت رو نبرار. برای چی خاموش هم بگویی؟ پدرت خواب است. بیدار نشود. کمی با تو سیر میکنیم. رفتیم.
در کشیدگی دیروز با وقوع پیوست چند نفر از همکارانمون ضرر بودند و جراحت وزنی برداشتند. مادر بگوید نامی آن پرنده ها کربتک میباشند. پدرم گفته بودم. چی شد؟ از لیلا یگان خبر؟ نه، من هم خواطیر شدم. تلفنش هم خاموش است. در آخر به گفته من آمدید؟ اپا تا به این روز انتظار بودنتون خطا بود. من گفتم با پلیس زنگ زنید. هرگز نه. گفتم پلیس خبر نیابد. یاشار هرگز با پلیس خبر ندهید. الو، لیلا؟ الو، لیلا. لیلا در کجایی؟ یاشار؟ لیلا مرا میشنوی؟ جواب ده لیلا در کجایی؟